امروز میخوایم در رابطه با دو رقیب در سریال ترکیه حلف یا حلیفه صحبت کنیم. یلدز و ملک. یلدز و ملک هر دوتاشون عاشق یک مرد به نام سرهاد هستن، اما با گذشت زمان احساسات سرهاد تغییر میکنه. سرهاد در اول سریال عاشق ملک هستش، اما کم کم به یلدز علاقه‌مند میشه و به اون دل میبنده. اما واقعا چه چیزی باعث این تغییر شد؟ بیایم با هم بررسی کنیم. قبل از شروع فراموش نکنین که کانال رو سابسکرایب کنین، به خاطر اینکه این باعث میشه منم تشویق بشم و ویدیوهای بیشتری بسازم. و یادتون باشه این ویدیو به معنی تایید یا تقلید از رفتارهای این شخصیت ها نیست. بعضی از رفتارهای اونا پیچیده یا حتی منفی هستن و نباید در زندگی واقعی الگو قرار بگیرن. اول از همه باید بفهمیم که یلدز و ملک دو نوع کاملا متفاوت از زنانگی و عشق رو نشون میدن. ملک احساسی، پرشور و کاملا روک صحبت میکنه. ملک با سرهاد آشنا میشه و خیلی سریع عاشق اون میشه. همه چیز با سرعت زیاد پیش میره. ملک بدون هیچ محافظه کاری تمام عشقش رو به سرهاد میده، اما در عین حال زنی مغرور، مستقل و انحصار طلبه. وقتی ملک ناراحت میشه واکنش شدید نشون میده، بحث میکنه، فشار میاره و گاهی حتی در جمع با سرهاد درگیر میشه که یه جوری میشه گفت لیدر اون منطقه است. اما یلدز کاملا متفاوته. اون اصلا با انتخاب خودش وارد این رابطه نشد، به خاطر فشار خانواده مجبور به ازدواج شد، اما به جای واکنش احساسی همیشه خودش رو با شرایط وفق داده. مشاهده کرده، یاد گرفته و با دقت حرکت کرده. یکی از بزرگترین تفاوت‌های ملک و یلدز در رفتارشون با سرهاد در جمع و خلوت هست. ملک وقتی عصبانی میشه احساساتش رو آشکارا نشون میده، حتی جلوی دیگران. این موضوع در یک جامعه سنتی که احترام و جایگاه اجتماعی اهمیت بسیار زیادی داره، موقعیت سرهاد رو خیلی تضعیف میکنه. اما یلدز دقیقاً برعکس عمل میکنه. در جمع همیشه احترام اون رو حفظ میکنه، حتی زمانی که ایده یا راه حلی داره اون رو در خلوت به سرهاد میگه که سرهاد به عنوان لیدر اون منطقه این راه حل رو مطرح کنه. مثلا وقتی راهی برای حل اختلاف بین دو خانواده پیدا میکنه، یلدز در جمع اعتبار اون رو به خودش نسبت نمیده، آرام اون رو به سرهاد میگه تا سرهاد مطرحش کنه و این کار باعث میشه سرهاد بدرخشه و در نتیجه ارزش بیشتری برای یلدز قائل بشه. تفاوت مهم دیگه سرعت شکلگیری احساسات هستش. ملک خیلی سریع همه چیز رو نشون داد، عشق، توجه و تمام حضورش رو، بدنش رو. رابطه اونها از همون ابتدا بسیار شدید و پرشور شروع میشه، اما همین شدت بی‌ثباتی رو هم به همراه میاره. یلدز ولی آرومتر پیش میره، همه چیز رو یک باره به سرهاد نشون نمیده، یعنی عشق و توجهش رو و چجور میگن حتی رابطهشون رو نزدیکتر نمیکنه. حتی وقتی یلدز عاشق سرهاد میشه همچنان مرزهای شخصی خودش رو حفظ میکنه. اون اجازه میده رابطه به تدریج شکل بگیره و همین موضوع حس کنجکاوی، کشش و وابستگی عمیق‌تری رو بین اون و سرهاد ایجاد میکنه. موضوع مهم دیگه هدف و هویت شخصی هستش. یلدز برای زندگی خودش هدف داره، میخواد درس بخونه، پیشرفت کنه، معلم بشه و آینده خودش رو بسازه. حتی در ازدواج برای آزادی و رشد شخصی خودش تلاش میکنه. زندگی اون حول محور سرهاد نمیچرخه، اما ملک بخش بزرگی از انرژی خودش رو صرف رابطه میکنه. بیشتر تمرکزش روی جنگیدن برای سرهاد، اثبات جایگاه خودش و حذف یلدز هستش و به مرور این رفتار بیشتر باعث ایجاد تنش میشه تا جذابیت. عامل مهم دیگه شخصیت و رفتار یلدز هستش. یلدز بارها مهربانی، صبوری و صداقت از خودش نشون میده. وقتی سرهاد بیماره از اون مراقبت میکنه، برای اون آرامش ایجاد میکنه و حتی در مقطعی که جان ملک رو میبینه در خطره، ملک رو نجات میده با وجود تمام اختلافاتی که بینشون وجود داشت.
گاهی یلدز حتی حاضر میشه برای آرامش دیگران از سرحاد فاصله بگیره. این رفتار نشون میده که یلدز بلوغ احساسی و نیت پاک داره. در مقابل ملک با اینکه احساساتش قابل درک هستش، گاهی از روی خشم و عجله تصمیم میگیره. برخی از نقشه‌ها و اقدامات اون فاش میشه و همین موضوع اعتماد سرحاد رو سلب میکنه از اون. برای مردی مثل سرحاد که وفاداری خوبی براش اهمیت زیادی داره، اینکه بتونه به ملک اعتماد داشته باشه خیلی براش مهمه و وقتی اون اعتماد رو از دست میده عشقش هم کمتر میشه به ملک. و در نهایت موضوع سازگاری. یلدز فرهنگی رو که در اون زندگی میکنه رو درک میکنه، حتی اگه همیشه با اون موافق نباشه. یلدز میدونه چه زمانی باید مقاومت کنه و چه زمانی باید انعطاف نشون بده. بین خواسته های شخصی و انتظارات اطرافیان تعادل برقرار میکنه. اما ملک همیشه دقیقاً همون کسی هستش که هستش. همونطوری که دوست داره لباس میپوشه. این ویژگی از یک طرف نشانه قدرت اونه، اما از طرف دیگه در یک محیط سنتی استحکاک و تنش بیشتری ایجاد میکنه. پس چرا عشق سرحاد تغییر میکنه؟ فقط به این دلیل نیست که یلدز زنانه تر به نظر میرسه، بلکه به این خاطره که یلدز آرامش احساسی ایجاد میکنه، در جمع احترام میذاره، به جای تنش آرامش میاره، به جای شدت و عجله ارتباطی تدریجی و عمیق میسازه، صادقه و باعث میشه سرحاد احساس ارزشمندی و احساس کنه که یلدز به اون نیاز داره. خب و اینکه یک مرد احساس کنه که به اون نیاز هستش خب خیلی باعث میشه که عشقش زیادتر بشه. در مقابل ملک عشق اشتیاق و استقلال رو به رابطه میاره، اما گاهی اون تنش احساسی و بی‌ثباتی هم میاره. در نهایت سرحاد به سمتی کشیده میشه که در کنار اون احساس آرامش، احترام و امنیت عاطفی داشته باشه. اما نکته مهم اینه که این موضوع به معنی درست بودن کامل و اشتباه بودن دیگری نیست. یلدز و ملک دو نقطه افراطی متفاوت رو نشون میدن. به نظر من سالمترین حالت در زندگی واقعی ترکیبی از هر دوی ایناست: کنترل احساسات، آرامش و درایت یلدز در کنار عزت نفس، استقلال و اصالت شخصیت ملک. به نظر شما چی؟ کدوم یکی از این شخصیت ها برای شما جذاب تره؟ حتما تو بخش کامنت برام بنویسید که شما طرفدار کدوم شخصیت هستین و چرا. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که روز فوق العاده ای داشته باشین. دوستتون دارم.